مسیر رو از اون ته تا اینجا ببینیم میتونیم خودمون اسکی کنیم یا نه، باید تستش کنیم یا به فاک میریم یا پیروز میشیم. برو بریم. یا الفا بچه ساعت 1:27 است. ما باید ساعت 4 راه بیفتیم بریم پیست اسکی. نیوا داره آموزش اسکی میبینه و هیچ کدوممون بلد نیستیم باید چه گوی بخوریم. بچه ما میخوایم امروز بریم پیست اسکی. قرار بود سایتی بلیتشو بگیریم، گفتن که بعد حضوری بیایم. ساعت 6 بعد اونجا باشیم، الان ساعت 4 صبح. 1 ساعت تا اونجا راهه، یعنی بعد حدوداً تا 1 ساعت دیگه ما راه بیفتیم. خیلی خوابم میاد. دیشب من و نیوا تا 2:30 بیدار بودیم، 3:30 که بیدار شدیم. الان ساعت 4. فیلم آموزش اسکی داشتیم میدیدیم. بعد الان میخوایم صبحونه‌مون رو بخوریم، کارامون رو بکنیم دیگه، دیرمون نشه. ما نون نداریم که. هیچی؟ نه هیچی. چیکار کنم خب؟ خب دوستان ما دیرمون شد، حواسمون به ساعت نبود. نیوا بدو. الان ساعت 5:20 است. 20 دقیقه همینجوری تو حالت دیفالت عقبیم از برنامه. صبحونه هم که درست حسابی نخوردیم، قراره پاره شیم. خب بچه ها ما الان راه افتادیم، یکم دیرمون شده. با اینکه دیرمون شده شما هوا رو نگاه کن، الان هیچ نیست، هیچ موجودی تو این هوا نمیاد بیرون. بعد ما اومدیم بیرون میخوایم بریم اسکی. آخه گوست تو مخمون رفته. چیزی بلدیه؟ هیچی اصلا هیچی از اسکی و حالیمون نیست. شب یه چند تا فیلم دیدیم، اونم نفهمیدیم یارو چی میگه. من تا حالا اسکی رو از نزدیک هم نه، دور هم ندیدم، حتی چه برسه نزدیک. نمیدونیم چی باید میپوشیدیم اصلا. میگفتیم چند تا حاجی لباس رو گذاشتم کنار نمیبردم. نمیدونستیم لباس چی بپوشیم، گفتیم یه لباس میان اضافه تر میاریم ببینیم چیکار باید بخوریم اونجا که نمیبردیم. خدا رو شکر قراره بریم فاک بریم. صبحونه که نخوردیم، دیشب کلا 1.5 ساعت 2 ساعت خوابیدیم، دیرمون هم شد. من ساعت گذاشتم میام صبح زودتر پاشیم، میگه نمیرسیم. خب گوزو کلا ما 2:30 خوابیدیم. خب بچه ها من نیوا رو پیاده کردم، پیادهش کردم. گم شو مو به تنم سیخ شد. ببینید این حالت اینجوری هم که چرا به پوچی رسیدم. what the fuck؟ چرا ما الان خودمون رو زجر میدیم واقعا؟ چیکار داریم میکنیم؟ داره میاد. بچه میریم من چند وقت این ریزه نخوردم. نه برای ما ضرر داره. چی دقیقا؟ یه اینام داره. سفته. او بلد نیست. سفته آره سرد. حالا ما اینو بخوریم دستشویی کجا بریم؟ پیدا نمیشه؟ هست دیگه اونجا. تو این سرما 2 تا شلوار رو در دوباره بپوش. من بکش بالا توف کن. اینم میشه. به منم کیک بده. خب کیک هم میخوای؟ خرجت بالا سا. بیا بچی اون 2 تا قبلی ها اومدن گفتن هایپ بده، بعد دیدم چرا هی میگن هایپ بده بعد لایف میگیرن. منم رفتم جلو گفتم هایپ بده، گفت فقط خارجی شو دارم. لایف بدم. گفتم آره لایف. تلکه اولاقه جان خوبه دیگه به درد نمیخوره این دنیا. بچه راهمون ندادن بریم با ماشین بالا، باید وسیله بردیم توی سرما پیاده این پیچای توچالو بریم بالا تا برسیم به اون جایی که تلکابی سوار میشن میرن.
خیلی بیفانوسه. بیشتر از یه بیفانوس. حاجی الان من خب توالت دستشویی اینجا. آره بیا اوکی. ما فقط بیشتر از این که داریم میریم اسکی بیشتر دستشویی داره خوشحالم. خیلی دستشویی خوبه، واقعا دستشویی خوبه. ولی تو رو خدا تو آینه نرینین. چی کاریه؟ ما توالت اینجاست، اینجا چیه؟ چه نیما من میگه کلا میذاری شبیه خفتیرا میشی. بریم بچه‌ها واقعا سرد هوا. من کلاه هم نمیبردم، یعنی شعورم نرسید که بخوام کلاه بیارم. ماشینا رو میبینین؟ اون ماشینا که میرن و ما رو راه ندادن چون وسیله نداشتیم. اونا چون وسیله دارن راه. اختلاف طبقاتیه و همینجا میتونی نصف کنی. به ما گفت برو اونور. دقیقاً با همین. ما رفتیم پارک کردیم. بعد الان باید وایسیم تا تاکسی این تاکسی اسم اینا چیه؟ اتوبوس کوچک. دوستان عزیز همشون اومد داره میاد اتوبوس رو میگم. سرده واقعا سرده. 7:33 دقیقه. ساعت پیک زده چقدر سرده؟ 99. خب ما رو پیاده کرد. حاجی وایسا خیلی دارم من به گاد فاک دارم میرم. من واقعا معذرت میخوام بچه‌ها افاتی کردم. من با دست صدامم گرفتم. زیاد میکنه نیما. قشنگ اختلاف دما رو حس می‌کنی. اون پایین آوردتت بالا، بعد این بالا دوباره داریم میریم بالا، بعد از اون بالا دوباره میریم بالا. خیلی بالا. حاجی اکسیژن داره. یه چالش برات دارم. 2 تا بستنی بگیریم بخوریم. بیا حاجی. بیا اینجا بستنی فروشیه. سرم سرده نیما ببین. ما این روانی‌ها رو نگاه کن. زرنگیم. صبح اومدیم میشینیم. خیر سرمون. ریدیم به معنای واقعی. بعد همه رو نگاه کنیم بچه‌ها با لباسای مجهز. این صف تلکابینه. آمدن که برن بالا. ما هم اول بریم وسایلمون رو بگیریم. بعد بریم تو این صفحه. حاجی یه چیزی میگم بین خودمون بمونه. دارم به گو خوردم میافتم من ریدم تو چالشی به دادم بستنی خوردم. بچه اینجا هم داره قندیل میبنده. یه خورده اینجوری کنم و وسط میشکنم. یه لحظه نگاه کنید ته صفحه. خب نگاه کنید ما باید این صفحه وایسیم دور بزنیم. خب بعد اینو میره تو اینجا یه بریدگی داره میره داخل با سرعت 30 کیلومتر در ساعت باید حرکت کنه. شاید باورتون نشه بچه من نگاهو گم کردم. حالات که یه شیر تو شیره به تمام معنی ولی خب راه پیدا میکنه. این ور میگه برو اون ور بعد اون ور میگه بیا این ور. چی میگه؟ و بریم اون ور. بس دیگه. خب من برم تو صف وایسم. اینجا خیلی شیر تو شیره باید ببینم چیکار باید بکنم. چه اسنوبورد نداشت مجبور شدیم از همون 2 تایی‌ها بگیریم. هنوز تو صفیم. صفش یه جوریه که فقط وایسادیم هیچ حرکتی نداره. بچه‌ها ما با 1000 جور بدبختی اینو پوشیدیم. نیواد بریک دنس نرو. بچه‌ها بگین تیپ نیواد بهتر شده یا من خوشگل ترم یا نیواد. الان دیگه وسایل رو جمع میکنیم میریم تو اون صف وای میستیم تا بریم بالا. قبلش دستشویی یادمون نره. بچه‌ها سیس حرفه‌ای میخوای بریم اون بالا همه رو ببریم. کاپشن خودم خیلی قشنگ‌تره. بچه‌ها میریم اون بالا میبینمتون. سلام دنیا. یه ساعتی هستیم توییم. از این صف میریم به اون صف. بچه‌ها من و نیواد همین الان چیزی رو کشف کردیم. ببینید الان اون تپه ها رو میبینین اسمش تپه های نریدمونه. ما الان اینجا تو صف میریم از اینجا میریم اونجا تپه های نریدمون رو فتح میکنیم. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی یه حس گو خورم دارم. میدونی یعنی عجب گویی خوردم. مثلا یکاش این گو رو نمیخوردم. قشنگ منظورم میرسونم دیگه نه. 1 2 3 امتحان میکنیم تکرار میکنم. عجب گویی خوردم. الان من نمیتونم اینجا راه برم چجوری میخوام اونجا اسکی کنم؟ ما میتوانیم. من نمیدونم کدوم خری پیشنهاد دادم بیاد اینجا. خودت. بچه‌ها اونجا رو میبینید؟ سقوط آزاده. برم بدون تناب بپرم پایین. دیگه الان ما میتونیم بگیم بابا دیگه ما از بلندترین سقوط آزاده دنیا پریدیم. اصلا اینجا میپریم تناب اصلا بس نکن. بریم ما اومدیم تو میخوایم سوار اون شیم. من الان نمیدونم چرا الان دارم میترسم. چرا؟ این کارا چیه؟ بچه‌ها بالاخره سوار شدیم. بچه‌ها ارتفاع رو حاجی ما دستشویی نرفتیم. بالا باید بریم. حاجی اندازه 2 3 لیتر قشنگ من الان قابلیت اینو دارم که دستشویی
بچه این درش وازه نکنه دیگه. بالاخره اینجا ایرانه بچه، نمیشه از لحاظ امنیتی. الان مسافرای ما با همیم. خب الان 5 نفریم. الان بنده خدا فکر میکنم ما دیوونه ایم، ولی خب حقیقتا دارم تایید میکنم که نه به خدا. ترس اصلیش اینه که اینجا ارتفاعش از برج میلاد که توی ولاگ قبلی گرفتیم، ارتفاعش قطعا از اون برج میلاد به اصلا برج میلاد زیر برق اینجا رفته. حاجی وایساده. من الان داد بزنم بهمن میاد. با من بود؟ بچه‌ها جدی وایساده. کمک! برقا اومد. الله اومد. یه ورقه بود امضا دادن کردیم. همونه آره، که هیچ شکایتی نتونیم بکنیم، مسئولیت مرگ خودمونیم قشنگ. مستقیم بهش داریم. بچه اینجا رو رها کنین یه لحظه. کفش باز بی‌ناموسا. خب اینو یه خالجوش میزدین. پشمام این همه الان اومدین تا 3 نرسیده. بعد یه ما میخوایم بریم 7. انشالله که این ایستگاه آخر. آره بچه نیواد حالت تهوع داره، امیدوارم که بالا نیاره. بچه واقعا ترسناکه. اصلا چیزی که تو فیلم ها میبینیم واقعا نیست. دارم رد میدم. خیلی مسیرش طولانیه. نیم ساعت قشنگ تلکابین آدم. منو میبره برج میلاد. یک من ماتحتی حتی پاره کنم. خائن. بریم ببینیم چی در انتظارمونه. من اصلا هیچ تصوری ندارم. هیچ بچه‌ها نیما رفت دستشویی. رسیدیم ایستگاه 7. الان نیواد رفت دستشویی. What the fuck 40 ثانیه داشتم دستشویی میکردم. بعد یه مسئله که من بهش برخوردم، اینجا خانوما نمیتونن دستشویی کنن، واقعا خطریه، اصلا نمیشه. باید حتما یه چیزی داشته باشیم. آره خب متوجه میشین دارم چی میگم. خب بچه‌ها ما اومدیم وسایل رو اینجا تحویل دادیم، الان داریم آماده میشیم. من توضیح بدم. به ما گفتن که میریم اینو پایین، پیست مبتدیه، میگن باید بری آموزش ببینی، حالا همونجا تمرین بکنی. بعد از 3-4 جلسه از اون پایین میری اون بالا با اون تلسیج، بعد از اون بالا اون شیپ خفنه رو، اونی که حرفه‌ایه مثلا میاد پایین. به ما گفتن که مربی بگیرین و این داستانا. از اونجایی که ما خیلی کله شق و چسخل مسخالیم، گفتیم نمیخوایم، همینو خودمون میریم یاد میگیریم. مربی نمیخواد که. بچه‌ها من اینو پام که باور اون نقطه شلوار قرمز نیواد میبینید. یه 5 دقیقه است من اینجا ثابت وایسادم. برام ببینم چه گویی باید بخورم. بعد به صورت پی او وی وصل می‌کنیم به لباس نیواد دوربینو، بعد وصل می‌کنیم به لباس من. نیواد تک دوروه. با اینکه من پیشنهاد اینجا رو دادم. خیلی تلاش کردیم که بتونیم خودمون یه کاری بکنیم. خیلی خطرناکه. پامون داشت وسط به 2 قسمت مساوی تقسیم میشد قشنگ. پامون که چی با تلسیج میریم پایین یه چیزی میخوریم چون هیچی نخوردیم از صبح. بعد یکم تمرین می‌کنیم که ان شاءالله کوه اورستو چه کوهی خوریم. این همه اومدیم بالا، بعد یادم افتاد که کارت نیاوردیم بریم اونجا یه چیزی بخوریم. بچه‌ها ما سوار تلسیس شدیم. این مسیر رو بعد با اسکی می اومدیم ولی متاسفانه نتونستیم. واقعا بلد نیستیم. بعد از اون ور یه بار پای دوربین یادمون رفته، یه بار کارتمون رو یادمون رفته، یه بار پیچ پای دوربین. ببین یعنی این شیبو من 2 بار نیما رفت، 2 بار من رفتم. خلاصه سرویس شدیم بچه‌ها. بریم ببینیم این مسیر رو از اون ته تا اینجا ببینیم میتونیم خودمون اسکی کنیم یا نه. باید تستش کنیم، یا به فاک میریم یا پیروز میشیم. برو بریم. بچه‌ها اومدیم توی رستورانش یه چیزی بخوریم. خیلی خسته ایم با اینکه هیچ کاری نکردیم، فقط سعی کردیم اسکی کنیم. بچه‌ها کدوماتون رفتین اسکی تا حالا؟ توی کامنت‌ها بهم بگید، می‌خوام ببینم چند نفرتون تا حالا اسکی رفتین. خیلی انرژی از آدم میگیره ولی باحاله. یه جوریه می‌دونین دهن آدمو ولی نیوادم که حتی الان جون نداره صحبت بکنه. یه ذره دارم شارژ میشم که برم بهتر. اومدیم غذا بخوریم، با 2 دوست خفن آشنا شدیم. قرار شده این 2 دوست عزیز به ما اسکی یاد بدن. خب بچه‌ها الان می‌خوایم بریم که یاد بگیریم. الان بریم بیرون. این وسایل ماه. بچه‌ها راه رفتن باهاش واقعا سخته. بعد من مجبورم برای اینکه دوربین رو کنترل کنم، دوربین رو سینمه. الان شما دارین پی او وی جا رو می‌بینید. یعنی دقیقاً همون چیزی که من می‌بینم و شما دارین می‌بینید. بچه‌ها دوربین رو شکم نیما وصل شده. جون آقا علیرضا گل و شما سرکار خانم بهاره میخوان به ما اسکی یاد بدن. تونستم. منو تشویق کنید خانم بهاره. ماستر 2 تا دختر دیدی زبون ریختی. بچه‌ها آقا علیرضا و بهاره خانم خواهر برادر هستن که لطف کردن وقت گذاشتن میخوام به ما یاد بدن. خدا خیرشون بده. خب الان اصلا چجوری بیام؟
آها بچه ها من که بلد نیستم خیلی حال میده الان این حرکت با اینکه خیلی مبتدیه. نیمال بچه من همین الان نفسم گرفت احساس میکنم یه پیرمرد 80 سالم. نیما شما نیما تازه اول راهه. من میخوام چون خوب بودی کمکت کنم. اینو بده من. چه حالی میده. با وای نذار الان مثل ما باید این مدلی کنیم. بیاین بالا همونجوری آرمان کن بزنیم بالا. ما همیشه با این حرکت وای میسیم روی لبه خانم این مدلی. حالا الان اینجا چون شیب نداره این حرکت نمیکنه. کلا باید شما وزنتون روی لبه های این کفش باشه. یعنی دستاتون همیشه موازیه. یعنی از تو عینکتون دستاتون رو میبینید. اینطوری باعث میشه وزن شما جلو بیفته. علیرضا از جلوی چشم من بچه ها من یاد گرفتم همینجوری دارم میرم بالا. اون کوه ها میبینین؟ اون کوه تا ناموس میرم بالا. با همین روش. بچه ها من رفتم. برو ببینم چیکار میکنی. ریدی. خانم اجازه. ما رو دور ننداز. ماشاءالله نیما تکیدو چه میکنه. بچه ها میخوایم بریم از اون بشقابی ها سوار شیم. میکشتم اون تا اون بالا قراره لیز بخوریم بیایم پایین. چی ها؟ تمرین دوم. بچه من داره قشنگ پاره میشه مال من. نمیره بالا. من گیر کردم. تفتی کن که نیایی اینقدر. تفتی کن. آها آفرین. آها. بگیش جلو خود. بچه ها دارم بالا رفتنم یاد میگیرم. برو. به شدت کار سختیه. حالا میدونی که بشقابی رو چجوری باید بگیری؟ اصلا نمیدونم چی. میذاری بین پاها. صاف وای میسین تو رو میکشی بالا. الان ناکا اونجا رو میبینین؟ کشو میگیری میکشتت بالا. اونو میذاری لاپا یعنی آره دیگه واقعا میذاری لاپا دیگه واقعا. خب بچه‌ها بهار خانم رو نگاه کنی. حاجی فکر کردم یه آهنالات زایاد گفتم اینجا برم. بچه‌ها جدی من الان تازه فهمیدم چه حالی میده. میخواید بیاید قشنگ صبحونه‌تون رو تکمیل بخورید. بچه‌ها نگاه کنید بچه‌ها. آها الله آقا. این چوب اسکیاتو بده این. ماشاءالله نیواد گذاشت لاپاش. الان نوبت منه. یه روز فکر نمی‌کردم خودم بذارم لاپام. اسم غلط اندازی داره ولی هیچ معادل دیگه ای نداره. خیلی باحال حاجی. اگه لاپام در نیاد خیلی باحاله. بچه‌ها بگیم به شما هم حال میده این سبک ویدیو گرفتن. اگه دوست دارین واسه من این سبک ویدیو براتون بگیرم با این زاویه دید POV عشقو بهار خانم اعلام میکنن که علافات داره. ماشاءالله بهار خانم. 8 بیاید بچه‌ها 8 بیاید. 9 نیاید 9 دیره. آها اول میخواین سرعت بگیریم بعد با 11 بیاید. حال کرد بچه‌ها تونستم دیدین. با مرسی بهار خانم که انقدر تشویق میکنه آدمو. نکبت. یه لحظه ببخشید جان کوچولویی میخواد با من عکس بگیره. دورت بگردم من. الان گوشی نداری عزیزم؟ خب من اینجا دارم تمرین میکنم. مامانت یا هر کی اومد بگو عکس میگیریم. جیگر تو. پایین بودم. آها. خیلی دوستش دارم. منم دوستت دارم. اسمت چیه؟ سام. بچه ها اسمش سام. اونور نگاش کنید. تو ولاگی هم هستی پسر. خداحافظ. داشتم واقعا فنا میرفتم ها. پشت میری 7 میخوانی وای میسی. آره همین کار کردم. جلو 8. بچه ها پیس اسکین اصلا سر و صدا نبود. فقط من داد زدم بقیه هم داد زدم. بعد به همه انرژی رو ماشاءالله چاکریم. بچه ها سامیشون ها چند سالته؟ 11 سالمه. بابا یوتیوبر جهانیه که دیدم بخور. بابا عشق منی چاکریم. دمتون گرم. اولین بار فوق العاده بود. من قربونتون برم واقعا دمتون گرم. سام گفتی منو چجوری شناختی با این لب شما شناختی. رو لب من شناختی بچه‌ها. یه سری هم یکی از پشتش شناخته. دقیقاً از پشتم یعنی دولا شده بودم منو شناخت. علیرضا هم آقا علیرضا منو از صدام تو رستوران شناخت. بابا خدافظ عزیزم. بچه‌ها قرار شد این دفعه تا ته بریم. الان نیواد رفت. الان نوبت منه داره میاد. یه فشار ریزی توی چیزام هست. آره. سلام. بای بای کن تو. خوش میگذره؟ اینجا فقط بچه‌ها من داد میزنم باورتون نمیشه. نیما جان
تو هم عشق منی. جون بهت. تموم شد. بچه‌ها خیلی باحاله، خیلی تفریح باحالیه، به شرطی که بلد باشه آدم چیکار بکنه. من اصلا فکرش نمی‌کردم، خدا رو شکر با این بچه‌ها دوست شدیم، یادمون دادن، خیلی خوب شد. من الان دارم اینوری پیچ میزنم. بعد پای راست. شیبم کدومه؟ آباری. این وقتش فشار بیارم نگاه کن. اول کش میکنم. کج. حالا فشار چرا کتلت شد؟ مخاطبا این بزرگوار در کسری از ثانیه ناپدید شد. کنترل کردم. خیلی لطف کردین بهار خانم. ممنونم از شما. بچه‌ها قراره بریم نیم قله دیگه، قله مرحله آخر. بچه‌ها بذار من توضیح بدم چی. دومین بار خوردم زمین بچه‌ها. علی فقط پام شکسته. بچه‌ها من توضیح بدم. استادمون که بهار خانومه، خب بذاریم برم اون برقشنگ بهتون با شرح حال توضیح بدم. آره من توضیح بدم. اون دوستان عزیز نذاشتن که کسی بره پایین. بهار خانوم هممون مردن، قشنگ از بهار خانوم ترسیدم، میگه خانوم تو رو خدا دوباره نریا. بچه‌ها ما اومدیم نیم قله، پیش تعطیل شده دیگه، نذاشتن دوباره بریم پایین، ولی به لطف بهار خانوم و آقا علیرضا نصف نیم قله رو رفتیم که فیلمش هم گرفتیم. خیلی حال داد، خیلی باحال بود. خودشون با استعداد بودن. خیلی دستتون درد نکنه. بچه‌ها بهار خانوم من متوجه شدم که آموزش زبانم میدن. من آیدی اینستاشون رو میذارم توی دیسکریپشن، آیدیشون هم همینجا توی صفحه براتون نمایش داده میشه، حتما فالوش بکنید. پیستو به من نوب به این راحتی یاد دادن دیگه زبان دیگه. آره واقعا یاد گرفت. خواهش میکنم ولی خودتونم با استعداد. قربون شما برم. آیدیشون رو میذارم، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، لطف کردید. حتما بریم این عکس بگیریم. سلام عرضه. حال شما؟ شما این 24 ساعت بچه منو پای هر ویدیوتون کامنت گذاشته. دست درد. قربان شما عزیز، خیلی خوشحال شدم. رو بخونی که مادر اینجوری از آره قول داد. خیلی خوشحال شدم سام عزیز. خیلی خوشحال شدم سرکار خانم. قربان شما عزیزی. شما خودتون تامنیل ویدیوتون چیه؟ تامنیل این ویدیو به یه چنل جدید دارم میزنم، موضوعش ولاگه. این اولین ویدیوه. الان تو اولین ویدیوم بودی سام عزیز. بچه‌ها ویو رو نگاه کن، داریم برمیگردیم. الان به فنا رفتیم. خب الان خیلی جمعیت زیاد هستن. شبای قبل اسکی اصلا خواب نمیتونم. آره من دیشبش فیلم آموزش اسکی میدیدم، اصلا شبیه فیلمش اصلا. بعد من صبحونه نخوردم ضبط کردم. من موتور سواری هم میکنم. هم موتور سواری میکنه، هم اسکی سواری، هم آموزش بابا دیگه اصلا. بچه خورشید پشتش به ما سلام. بچه ها اومدیم پایین. شب شده پر ستاره چشمک بزن دوباره. امروز خیلی روز قشنگی بود بچه ها. همون بالا دوستای خوب پیدا کردیم. آره واقعا برگشتنی که داشتیم همین الان. آره این مسیر طولانی یه آقایی اومد بغلم گفت میری پایین، گفتیم آره، گفت بیاید من میرسونمتون. خیلی باحال بود. بعد همه میگن که امروز بهترین آب و هوا رو داشتیم. آره چه اگه بازم دوست دارین از این ویدیوها بگیرید، از این هیجانا تجربه بکنید و باز هم پارت‌های بعدیشو بگیریم، توی کامنت ها حتما بهم بگین. ویدیو رو یادتون نره لایک بکنید، خیلی بهم انرژی میده، خیلی بهم کمک میکنه. مرسی که همیشه حمایتم میکنید. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد، پر انرژی و خفن بمونید. خدا نگهدار بچه‌ها. بچه بیافتیم الان ارتفاع خوبه نه؟ یا نه؟ قل میخوریم آره. تا پایین قل میره تو یه جایی. فیلم گرفتن اینجا خیلی سخته. یو از این لق حواست باشه.